مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. دقایقی پیش خبر رسید که امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو پس از 8 روز که در بازداشت بود در کشور ترکیه آزاد شد و میدونید که علت بازداشت اون هم شکایتی بود که ایران از امیرحسین مقصودلو کرده بود و پرونده سازی‌هایی که صورت گرفته بود درست روزی که امیرحسین مقصودلو قرار بود که برای تمدید ویزای ترکیه خودش به اداره امور مهاجرت ترکیه بره، اون روز متوجه میشه که یک پرونده داره و همون روز بازداشتش میکنن. پس از اون طوفانی از حاشیه‌ها در رسانه‌های مختلف منتشر شد. خیلی از افراد برای تتلو امضا جمع کردن. بیش از 500,000 نفر امضای آزادی تتلو رو امضا کردن به اصطلاح و افراد سیاسی مختلف هم حتی برای امیرحسین مقصودلو بیانیه منتشر کردن و خلاصه طوفانی از اخبارهای مختلف از امیرحسین مقصودلو منتشر شد. ایران فشار می‌آورد، میگفتش که قراره که امیر رو برگردونیم ایران و داریم تلاش میکنیم. حتی یک نفر از سفارت ایران که در آنکارا هستش رفته بود در شهر استانبول نشسته بود بس که تتلو رو برگردونه ایران و اخبارهای زد و نقیضی منتشر میشد. مقامهای ایران میگفتن که باید برگرده، در ایران باید براش دادگاه تشکیل بشه. اما اونجوری که تیم اطراف تتلو که من دقایق پیش باشون صحبت کردم، کوروش و فرخ، 2 نفر از اعضای تیم تتلو که قرار بود به همراه تتلو به لندن در کشور انگلستان سفر بکنن و ویزاشون در اومده بود، مصاحبه که من باشون انجام دادم گفتن که ما 3 تا وکیل در ترکیه گرفتیم که وکیل‌های پرنفوذی بودن و تلاش کرده بودن که تتلو رو از این بازداشت خارج بکنن و گویا تلاش ها مثمر ثمر بود و تتلو از زندان یا از بازداشتگاه به اصطلاح آزاد شد. توی این روزهای گذشته هم هر آن کسی که تو فضای مجازی بود استوری میذاشت، پست میذاشت، میگفت آره ما داریم کار امیر رو انجام میدیم، خیالتون راحت. خلاصه هر کسی تا میتونست لایک و فالوور و نمیدونم هر آن چیزی که میخواست از این قضیه گرفت، در صورتی که همه میدونن که پرونده تتلو خیلی پیچیده تر از این حرفا بود. حتی تیم تتلو شدیداً تاکید کرده بودن که به غیر از وکلای تتلو و 4-5 نفری که اطراف تیم تتلو بودن، حتی هیچ کسی اجازه ندادن که تتلو رو ببینه و اجازه دخالت به این قضیه رو ندادن، چون که تتلو به هر حال حاشیه خاص خودش رو داره و نمیخواستن که حاشیه‌ها بیشتر بشه. از اون طرف ویزای امیر تتلو به همراه 2 همراه خودش، یعنی فرخ خیلی اعتمادی که رهبر ارکستر تتلو هستش و کوروش که تقریبا مدیر برنامه تتلو هستش، رو بریتانیا لغو کرد و گفته بود که زمانی که ما این ویزا رو صادر کرده بودیم موقعی بوده که شرایط تتلو اونجوری که الان بوده نبوده و ویزا رو تا اطلاع ثانوی کنسل کرد. حالا بعد ببینیم که در روزهای آینده آیا دوباره ویزا به تتلو داده میشه یا نه. بله خب قطعا اگر تتلو به ایران برمیگشت معلوم نبود که چه سرنوشتی رو براش رقم بزنن در ایران و اونجوری هم که تیم تتلو میگفتش، یه عده از وکلا فشار می‌آوردن که تتلو اگر نتونن وکلاش براش کاری بکنن، آخرین راه پناهنده شدن اون در ترکیه بود که من صحبتی که با اطرافیان تتلو داشتم اونا معتقد بودن که تتلو قرار نیست در ترکیه پناهنده بشه، چرا که جرمی مرتکب نشده و اگر هم پناهنده بشه دیگه موندگار میشه در ترکیه و باید در سازمان ملل یا در UN یا در سایر سازمان ها پروندهش بررسی بشه که اینا عملا نمیخواستن این اتفاق بیفته، چرا که اگر قبول میکردن تتلو پناهنده بشه یعنی ادعای ایران درست بوده و تتلو تخلفی رو انجام داده و مجبور میشدن تتلو در ترکیه نگه دارن. ولی خب وکلایی که تتلو داشت باعث شد که ختم به خیر بشه. اما در همین ساعت‌هایی که خبر آزادی تتلو اعلام شد، تتلو چند تا استوری گذاشت که در نوع خودش هم جالب بود هم جنجالی بود، چون معمولا تتلو خلاف مسیر جریان رودخونه همیشه حرکت میکنه و یه سبک خاص خودش رو داره. استوریاشو با هم دیگه روی تصویر مرور میکنیم که من تا این لحظه‌ای که ویدیو رو دارم برای شما منتشر میکنم استوریا رو فقط میتونم ببینم، شاید در دقایق آینده تتلو استوریای بیشتری هم بذاره. اولین استوری که گذاشته نوشته تهش همین بود و با یک جمله کنایه آمیزی شاید گفته که تمام زورتون رو زدید که منو برگردونید، اما تهش این شد که من
آزاد شدن و حالا با یک کنایه خاصی این استوری رو منتشر کرده. بعدش گفته که نوشته جالب بود، نگفتن یاد گرفتم. حالا نگفتن در خصوص چه اتفاقاتی معلوم نیست، ولی خب به حال شرایط بازداشت چیز دیگه برش رقم زده. میدونید که تتلو چندین روز و بهتر بگم 3-4 روز در بازداشتگاه پندیک بود، یه بازداشتگاهی که معمولا مهاجرها در اون نگهداری میشن. استوری بعدیش گفته من بد، حالا منظورش اینه که من بعد حالا تهش میخواد چی بشه. یک استوری دیگه گذاشته که تصویر خودش رو نشون داده و تایید کرده که حالا از بازداشت خارج شده، ولی خب حالا باید ببینیم که در روزهای آینده یا استوری یا خبری رو منتشر میکنه یا نه. حالا استوری بعدیش که هیچی، یه فوش داده طبیعتاً سبک تتلوه. اما استوری بعدیش گفته که لاغر شدم اما خم نه، من 1/1000 جنگیدم سربالا. و منظورش این هستش که با این همه حاشیه‌ای که برای ما ایجاد کردن و اتفاقات مختلفی که برای ما ایجاد کردن، ما جنگیدیم و سعی نکردیم که پا پس بکشیم و حالا اونجوری که نشون میده شاید نشانه پیروزیش هستش نسبت به مسئولینی که در ایران هستن و اون پرونده سازی رو برای تتلو انجام داده بودن. و یه قسمتی از شعر خودش رو استوری کرده که طرفدارانش شاید بهتر بدونن. اما استوری بعدیش که همراه با ادبیات خاص تتلو هستش رو کلمه اولش که فوش بیخیالش میشیم، حالا من با سانسور میخونمش. گفته که با ادبش اینجوری میشه که تخم مرغشو داشتید به خودم میگفتین بیا ایران. حالا یه جمله دیگهش فوش ماشاءالله چقدر سخته ما در جایگاه خبرنگار بخوایم این استوری تتلو رو خیلی با ادبانه بخونیم، ولی شما خب بدون سانسور یه تصویر میدید، من با سانسور میخونم. نوشته که تخم مرغشو داشتم میومدم اما نداشتین، خواستین با پنبه سر ببرین که مال مزرعه خودم بود. من از آکواریوم خودم ماهی نمیگیرم اما شما گرفتید، پس شما میمونید و همون پنبه‌ای که سر میبره. تو اولین کنسرت هم میفهمین کد تن کیه. و حالا احتمالاً مثالشون یقه سفیدها و کسایی هستش که برای تتلو پرونده سازی کرده بودن. گفته که شما فقط میتونید منو قوی تر کنید، من حرفام رو صحنه میزنم. گرگ تو تله. کور نبودین و میفهمیدین که خبری از گرگ نیست. شما یک مشت کف دارین که با شیر طرفین، میفهمین؟ شیر. آقای جغد با تو هم گول بال مصنوعی تو نخور که با شیر طرفی، نه گرگ. من اگه گفتم گرگ از بزرگیم بود، میبینمتون. به حال تیکه‌های مختلفی و افراد مختلف انداخته که شاید برای تتلو پرونده سازی کردن. استوری بعدش گفته که حالا یه نیو فیس هم بفرستید که بیخیال. گفته که شوخی کردم، نه نیو فیس نمیخوام، نه مادر، نه زن، نه بچه، نه علف، نه کوفت، نه فلان. این امیر تتلویی که از این به بعد میبینید وابستگی نداره، نیازی نیست به هیچکی، دقت کن به هیچکی، من قوی تر از همیشه، بی نیاز. گوش کن، من دیگه معتاد نیستم به هیچی، دقت کن به هیچی. حالا یه تیکه از شعر معروف ایزی تمام هم گفته که سیکس پک رو تحویل میدم تا شب عید. نوشته سفید عین کف بهشت، تصویری که از تتلو در استوریاش منتشر شده. منم سعی میکنم که رفرش بکنم ببینم که آیا استوری جدیدی میذاره یا نه. اما نکته جالبتری هم که وجود داشت، در طول این 8 روزی که تتلو در بازداشت بود بیش از 700,000 نفر به دنبال کننده های تتلو در اینستاگرام اضافه شد که این نشون میده که چقدر برای مردم جالب بوده و دنبال اخبار تتلو بودن. با 59 پستی که منتشر کرده، پیجی که بارها و بارها توسط اینستاگرام هم بسته شد با توجه به اتفاقاتی که تتلو رقم زده بود. بعد ببینیم که حالا در روزهای آینده واکنش تتلو نسبت به این اتفاقات چی هستش. قطعا تتلو سکوت نخواهد کرد و واکنش تندی و نشون خواهد داد. البته شناختی که از تتلو میره با انتشار یک آهنگ تمام صحبت‌هاش رو منتشر خواهد کرد. منتظر یک آهنگ باشید، احتمالاً در روزهای آینده از تتلو و همه حرفاش رو شاید در قالب یک آهنگ بزنه و ببینیم که چی میشه. خواننده‌ای که فقط کارش خوندن بود، این همه براش پرونده سازی کرد، این همه دزد و اختلاسگر و رانت و لابیگر توی این دنیا هستن که خوردن چاپیدن از ایران راست دارن میچرخن. یه خواننده رو بهش گیر میدن. ممنون که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.